الان توی قسمت قبل گفتیم که کوئری که در واقع کوئری پارامتری داریم که میخوایم در واقع بهش کوئری پارامتری داریم که حالا میخوایم به ازاش یک مقداری بفرستیم. باید چطور این کار رو انجام بدیم؟ با توجه به اینکه ما کوئری پارامتر داریم، این کوئری پارامتر رو من توی در واقع فیلم اول گفتم باید با علامت توی URL بفرستیم و با یک علامت سوال مشخص میکنیم اسم پارامترمون چیه و اینجا بهش مقدارش رو میدیم. مثلا من اگر یک مقدار در واقع ولید بهش بدم، بالفرض مثلا مقدار 206 رو من بهش میدم، سند رو که بزنم این رو قبول میکنه. چرا؟ چون تعداد کاراکترهاش دقیقاً تو اون بازی که من گفتم هست و این رو قبولش کرد. حالا اگر من بیام چیکار بکنم، مثلا یک ماشینی الان یک اسم ماشین دارم بتونم که یه دونه کاراکتر داره و سند رو بزنم بهم داره ارور میده، میگه شما باید اون استرینگت حداقل 3 تا کاراکتر رو داشته باشه. یا اگر مثلا من در واقع اسم بهش بدم که بیشتر از 20 تا کاراکتر داشته باشه، بهم میگه که بیشترین حالت ممکن شما 20 تا کاراکتر میتونی به این در واقع ماشینت واسه اسم ماشینت بدی. پس اینم از این جا اگر من رو درست بفرستم به درستی این دیتای در واقع کارم رو هم به من برمیگردونه. این از بحث در واقع استفاده از کوئری پارامترها و در واقع استفاده از کوئری و پس بود واسه اینکه ما بتونیم روی دیتا هامون یک خط ولیدیشنی انجام بدیم و حالا یک سری شروط خاصی روشون بذاریم که دقیقاً رو همون حالتی که ما میخوایم، رو همون فرمتی که ما میخوایم واسمون ارسال بشن. قبل از اینکه من برم مبحث بعدی رو بهتون بگم، بعد نیستش که یک نگاهی هم به داک بندازیم، به داک این در واقع کدایی که تا الان زدیم بندازیم. حالا من رفتم توی داک واسه اینکه میخواستم حالا روی فرمت سواگر من در واقع اون API هامو ببینم. اگر شما میخواستید به حالت ریداک ببینید، یعنی گفتیم که 2 تا حالت این چیز واسه ما تولید میکنه، داکیومنت واسه ما تولید میکنه فست API، یکی توی حالت ریداک توی فرمت ریداک هستش که به این صورته، یکی توی فرمت سواگر هستش که اگر بخواید ریداک رو داشته باشید اینجا خود ریداک رو مینویسید، اگر که بخواید سواگر رو داشته باشید اینجا داکس رو مینویسید. من با سواگر راحت‌ترم، به همین خاطر داکس رو اینجا الان نوشتم. همونطور که اینجا مشاهده میکنید میتونید در واقع یک خلاصه، یک شمای کلی از اون API هایی که اون طرف داشتین رو اینجا مشاهده بکنید. اینجا مثلا زده و چه شماهایی ما داشتیم. مثلا من الان میرم توی URL هوم، چون الان اکثر کارهایی که اونجا انجام داده بودم توی URL هوم بود. داره اینجا بهم پارامترهامو نشون میده. یک پارامتر کار داشتم، دیفالت ولیوش رو اینجا گفته که ناتینگ هستش، مین لن واسش گذاشتم، مکس لن گذاشتم و اینا رو همه رو اینجا اومده مشخص کرده. و اینکه واسه اون در واقع اون ریکوست بادی که واسه پرسن بود اینجا داره به هم نشون میده که یک اگزمپل ولیوش رو اومده به من نشون داده و یک شمای کلی از این پرسن رو به من نشون داده. تمام شرط هایی که من اینجا گذاشته بودم تمامش رو به درستی داره واسه من نمایش میده. و خب چیزی هم که الان در واقع کدهایی هم که میتونه واسه ما برگردونه چی هستش، اگر که درست ارسال بشه 200، اگر که نه توی اون ولیدیشنش به مشکل بر بخوره 422 برمیگردونه و اون تایپی هم که برمیگردونه جیسون هستش. و حالا همه این در واقع یک خلاصه از همه کارهایی که تا الان اینجا توی حالا بخش قبل انجام دادیم رو اینجا توی شمای کلی از همش رو میتونیم ببینیم. پس این حالا از مباحث تا به این لحظه. حالا میریم سراغ مبحث بعدیمون واسه بحث ریسپانس مدل هستش. این ریسپانس مدل ها واسه چی استفاده میشن؟ ببینید یک زمانی هست حالا ما میخوایم در واقع اون خروجی که کدمون میخوایم داشته باشه رو میخوایم خودمون مشخص بکنیم. مثلا تا الان ما چیکار میکردیم؟ میومدیم ریترن میکردیم کل مثلا اون آبجکتی که داشتیم رو. و خب این خوب نیست دیگه. مثلا میگم اگر ما یک در واقع مثلا موجودیتی داشته باشیم که حالا داخلش پسورد هم باشه، مثلا فرض کنید من الان میخوام یک کلاسی داشته باشم، حالا نیم تغییر بدم، یک کلاسی میخوام داشته باشم مثلا به اسم یوزر این، اون چیزی که در واقع کاربرم قرار هست وارد بکنه. بعد از کاربرم میخوام چی بگیرم؟ از کاربرم میخوام یک در واقع یوزر نیم بگیرم، تایپش هم str باشه، یک ایمیل میخوام بگیرم، تایپ این هم str باشه و یه پسورد میخوام بگیرم، تایپ این هم میخوام در واقع str باشه. خب نکته‌ای که وجود داره، من زمانی که در واقع
میخوام از کاربر اینجا هم میام میگم چی توی این تابه هم میام میگم یک یوزری به من برگردون، یعنی در واقع یک یوزری میخوام بگیرم که از یوزر این باشه و اینجا هم اگر من بیام چیکار بکنم بیام بگم کل یوزر رو برگردون، چه اتفاقی میفته؟ خب این خیلی درست خوب نیست دیگه. مثلا میگم این اتریبیوت پسورد رو که ما نباید به خود کاربر برگردونیم. الان من یک اجرایی از کدم بگیرم، اینجا من میام چیکار میکنم، حالا اینم کوئری، این دیگه کوئری پارامتر رو ندارم، این رو پاک میکنم و اینجا میام مثلا واسه به جای یوزر نیمش مریم میفرستم، مثلا به جای ایمیلش هم مثلا می نویسم مریم @gmail مثلا .com و واسه پسورد هم حالا یک مقداری میدم. پسوردی هم یه مقداری مثلا حالا من به این میدم. اتفاقی که الان میفته من وقتی این رو سند بکنم چیزی که به من برمیگردونه حالا اون یوزرنیم و ایمیل اوکیه، ولی خود پسورد رو هم داره به من برمیگردونه، تازه اینقدر خام، یعنی خود این پسوردم رو بدون حالا هیچ در واقع دیکود و اینایی داره به من چیکار میکنه، این رو برمیگردونه. خب این اصلا اتفاق خوبی نیست. شما زمانی که از کاربرتون یک پسورد چیزی میگیرین تو اطلاعاتی که بهش برمیگردونین قطعا نباید پسورد رو بذارید باشه. پس چیکار بکنیم که در واقع این درست بشه و حالا خروجیمون اون چیزی که میخوایم در واقع ریسپانس بدیم، خروجی بدیم، در واقع پاسخ بدیم اون جوری باشه که خودمون میخوایم، میایم یک کلاس اینجا ایجاد میکنیم، یک کلاس دیگه مثلا من اسمش رو میذارم چی؟ اسمش رو میذارم یوزر اوت. اینا اسمشون چیز دیگه هم میتونه باشه، اما بهتره که در واقع به این شکل اسم گذاری بشه که خاناتر بشه کدمون. حالا من میگم چیزی که میخوام بفرستم ریسپانس بکنم، میخوام فقط یوزر نیمه مثلا اون طرف باشه و ایمیلش. پسوردش رو چیکار میکنم؟ پسوردش رو بر نمیگردونم. حالا زمانی هم که دارم در واقع این چرا داره ارور دارم، زمانی هم که دارم اینجا میگم که حالا برو تو فلان URL، اینجا من میتونم یک پارامتر دیگه بهش بدم به این متد پست به اسم ریسپانس مدل. اینجا میتونم مشخص بکنم که حالا اون ریسپانسی که میخوای داشته باشی واسه اون در واقع مدلی که میخوای ریسپانس بکنی چی باشه، که من میگم مدلم چی باشه؟ یوزر اوت باشه. کدم رو که اجرا بکنم چه اتفاقی میافته؟ حالا خروجی کد رو اینجا ما مشاهده میکنیم. الان که من دوباره سند رو بزنم چیزی که به من برمیگردونه دیگه پسورد داخلش نیست، فقط همون یوزرنیم و ایمیل رو به ما برمیگردونه. پس اینم از این موضوع که چطوری ما اون در واقع جوابی که میخوایم در ازای URL کاربرمون در ازای اون درخواست کاربرمون بهش بدیم چی باشه. حالا نکته بعدی هم که وجود داره در رابطه با استاتوس کدها هستش. حالا من یک اشاره اول صحبتم کردم که اینجا یک استاتوس کدی به ما نشون میده، ما میتونیم این رو هم در واقع خودمون هندل بکنیم. مثلا بیایم بگیم چی؟ بیایم بگیم که اگر مثلا یک همچین در واقع URL کاربر زده ما یک ریسپانسی هم بهش دادیم، در انتها مثلا بیا استاتوس کد مثلا 21 رو بهش بده. اینو میتونیم خودمون دستی چیکار بکنیم؟ میتونیم مشخصش بکنیم. من الان دوباره که این رو سند بکنم دیگه همونطور که میبینید استاتوس کد 200 که واسه اوکی بود رو به همون نداد، 201 اون چیزی که خودمون میخواستیم رو داد. خب خیلی وقتا نیازه که شما از اون استاتوس کدای مد نظر خودتون استفاده کنید. مثلا ما الان اینجا خب یک آبجکت کرییت کردیم دیگه، پس بهتر بود که این ریکوست، این در واقع استاتوس کد بیاد. و این هم از این. حالا این نکته که وجود داره این هستش که حالا اینکه شما بیاید خودتون دستی اینجا استاتوس کد رو یک شماره بدین از بین استاتوس کدای ولیدی که داریم کاملا اوکیه، اما خب وقتی هم سخته دیگه، ما کلی استاتوس کد متفاوت داریم که حالا نمیدونیم در واقع واسه هر اتفاق خاص ما اون شماره استاتوسمون چنده، ولی فست API به ما این رو در واقع کمک کرده و اینجا ما میتونیم زمانی که داریم ایمپورت میکنیم، حالا من دیگه اینا رو پاک میکنم، استاتوس رو هم کم این هنگ که بله میایم اینجا استاتوس رو هم ایمپورتش میکنیم. کمی این هنگ کرد. خب
حالا اینجا زمانی که من میخوام استاتوس کدم رو مشخص بکنم، میام از اون استاتوس که اون بالا ایمپورت کردم کمک میگیرم و حالا اینجا دیگه قشنگ میتونم هر کدوم از این استاتوس کدایی که میخوام رو انتخاب بکنم و قرار بدم. مثلا الان اینجا مشخص میکنه که اگه من از این استاتوس کد استفاده بکنم واسه کرییتد هستش و این به درستی واسه من اتفاق میفته. من یک در واقع سند دیگه اینجا بزنم، دقیقا همون استاتوس کدی که میخواستیم اینجا بهمون نمایش داده شده و کاملا اوکی هستش. این بود از موارد این قسمت. حالا یه مبحث دیگه هم که من میخواستم بگم در رابطه با اکسپشن ها و در واقع هندل کردن ارور ها توی فست API هستش. خب ما یه وقتایی نیاز داریم که یک سری ارورها به کاربر نشون بدیم. مثلا میگم الان من میخوام یک مثالی که پیاده سازی کنم این هستش که اگر که کاربری که داره ثبت نام میکنه، حالا یوزر نیم، ایمیل، پسورد وارد میکنه، بالفرض به عنوان یوزر نیمش ادمین وارد کرد، من یک اروری بهش نشون بدم، بگم آقا تو نمیتونی یوزر نیمت رو ادمین بذاری. خب این چیزی که ما باید خودمون توی کد چیکار بکنیم؟ هندلش بکنیم. چطور هندلش میکنیم؟ خب همینجا اینجایی که من در واقع به اطلاعات یوزر هم دسترسی دارم، میگم که اگر user.username برابر بود با ادمین، اگر که کاربر در واقع یوزرنیمش رو ادمین گذاشته بود، حالا اولین چیزی که به ذهن میرسه مثل همون کاری که تو پایتون انجام میدادیم، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم ریز بکنیم یک اکسپشنی رو، بیایم ریز بکنیم مثلا فلان اکسپشن، بعد مثلا اسم یه متنی هم توش نشون بدیم، مثلا بگیم که invalid user name. اتفاقی میفته من الان دوباره میرم این طرف و کدم رو این در واقع ریکوستم رو سند میکنم. همونطور که مشاهده میکنید فست API این در واقع ریز اکسپشن رو نمیشناسه، متوجهش نمیشه و همین باعث میشه که به ما در واقع اینترنال سرور ارور بده که خب این خیلی خوب نیست. ما دقیقا میخواستیم همون متن اروری که خودمون میخواستیم رو به کاربر به ازای اون ارور نشون بدیم. پس چیکار کنیم که این اتفاق بیفته؟ پس فهمیدیم که ما الان